از من سوال کردن که حاجی بابا ما امروز امکانیت داریم که بچه‌هامون فرزندامون چچنستان یا داغستان یا مصر یا ترکیه یا دولت‌های عرب برای تحصیل علم اسلامی روان کنیم. همین امکانیت ما پیدا کردیم. مقصد شما در همین مسئله چی مصلحت ما میدید؟ یعنی مقصد اونا که کدام دولت بروند، کدام مقصد ادمی بین همین دولت‌ها کدام شای انتخاب کنیم که مقصد بهتر خوبتر است. ولی در جواب این سوال شما من این را گفتم که شما فرزنداتون بر این دولت‌هایی که نام گرفتین روان نکنید. جای فرزنداتون رو روان نکنید. هیچ جا روان نکنید فرزنداتون. جهل و ابولهب از قبر زنده بشن و حالت اینها رو ببینن، خدا رو 1000 بار شکر میگن که در همون شرک زمان رسول الله از دنیا رفتن و مرتکب این اعمال نشدن. چون اعمال بعضی از مسلمانانی که امروز خودشون رو منتسب به اسلام میدونن خیلی زشتر، خیلی شنیعتر و خیلی بدتر از اعمال امیه و ابو جهل و ابو لهب در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما خدا را شکر بگین که نمی مثل ما و آدما برای شما با مصلحت دادستین. شاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند اکرام کرده است الله را، و کسی که اهانتش میکند همچنان است که الله را اهانت کرده است. ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم، تحقیر کنیم، دشنام دهیم. این در هیچ کدام ما و شما حقوق نداریم و همه شما معلوم است 2 بار حج کردگی هستم. برای همین هر یک فرد تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که از پادشاه خودمان دفاع کنیم. باید در هر یک نماز ما دعا کننده باشیم. امروز همون عدل انصاف یک تماشا کنیم. حجاب بسر میکنن بعضن و میکنن. پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان هم. حتی از همون زندگی خودشان رو نمیدونن چیکار میکنن. جناب عالی اون سخنهایی که شما گفتید همش آیت همش حدیث بود. مرا 2 نفر کشاله کرده به подвал بردم همچو خر بریم. محلکه پادشاهم از کار موندد. مرا لرزم گرفت. راستی خیلی گفتم با کدام اساس در کجای قوم نامدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید که گفتم تو زن نیستی، تو خدا زده ای، تو اخوادری. گرفتم اگه هیچ بلا نزده ایره دروغه کردیست اسپیکتاکل کردیسته. گرفته مرا بردم به podвал. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای صدر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای 2 پایتخت در صحبت با رادیو آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کردند. بعد با ما گفتن که زنکای خوشرو خطونه چی دیگه پیچونده نفساتون نمیگیره. ای چی هفتین لباساتونه اینجا شما در نه افغانستانه نه ایران بروین گم شوین افغانستان یا ایران بعد خیلی لباساتون نپوشین. ویدی شهر ما را ویران کرده گفته. امروز این داملاهای بی غیرتی که در خانه ها نشستن و در مقابل این ظلم و ستم و قوانین غیر انسانی و غیر اسلامی که داره در تاجیکستان از طرف حکومت تنفیذ میشه ساکت نشستن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اینا رو میگه مثلهم کمثل الکلب، اینها مانند سگ ها هستند. یا میگه مثلهم کمثل الحمار، مانند الاغ هستند. یحمل اسفارا، این علمی که دارن، این لقب های داملا و ملا و مولوی و شیخ و فلان که دارن، این علمی که اینها دارن مثل بار سنگینی است که بر دوش الاغی گذاشته شده. تا کی میخواید در گوشه های خونه بشینید و یک طاغوت بیاد و هر چی که دلش میخواد در این جامعه، هر قانونی که دلش میخواد درست بکنه و شما صداتون در نیاد؟ یکی از مسئولین همین شهر دوشنبه
یکی از دوستان میگفت که تا حالا به بیش از 100 زن تجاوز کرده. هر زنی رو که تو کوچه و بازار ببینه خوشش بیاد، افرادش رو امر میکنه که اینو بیارید. بعد حالا این دختر بیچاره کجا بره؟ مجبور است که یا در داخل تاجیکستان دست به فاحشه‌گری بزنه یا بره در کشورهای خارج از تاجیکستان تنفروشی بکنه و 4 تا ملا و دامالای بی غیرت و بیناموس نشستن و تماشا میکنن و ساکتن، صداشون هم در نمیاد. شمایی که در تاجیکستان ادعا میکنید مسلمان هستید، مؤمن هستید، این ابتلاست. این شیطان عالی رو الله سبحانه و تعالی برای ابتلا و آزمایش شما قرار داده تا ببینه که شما واقعا به دین عمل میکنید یا نمیکنید، مؤمن هستید یا نیستید، ادعای اسلام دارید یا واقعا مسلمان هستید. این مسلمانیت شما ظاهری است یا قلبی است؟ در اوایل سوره عنکبوت احمد جان اگر نشون بدی، الله سبحانه و تعالی بعد از الف لام میم چی میگه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن که همین که فقط بگوین ایمان آوردیم به حال خودشان رها میشوند و آزمایش نمیشوند؟ ببینید در زندگی عادی شما به مدرسه میرید، به مکتب میرید، به دانشگاه میرید، همه ادعا میکنن که درس میخونن، همه ادعا میکنن که شاگرد خوب هستن، اما در آخر سال امتحان میگیرن. در امتحان در اونجا معلوم میشه که درسخوان واقعی کیست و اون کسی که فقط اومده روز گذرانده در دانشگاه یا در مدرسه کیست. الله سبحانه و تعالی وقتی شما ادعا میکنید که مؤمن هستید، مسلمان هستید، شما رو مورد ابتلا و آزمایش قرار میده با همین طاغوت، با همین زندیقی که اومده ادعای اسلام و مسلمانی هم میکنه و داره با دین اسلام مبارزه میکنه. میگه فکر کردید که شما همین که فقط بگید ایمان آوردیم، مسلمان شدیم، شما رو رها میکنیم، شما رو آزمایش نمیکنیم؟ هدف از این چی است؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، تا که الله سبحانه و تعالی معلوم بدارد که دروغگو کیست و راستگو کیست. زنی که به خاطر یک انسان، به خاطر یک طاغوت حجابش را از سرش برمیداره، عالمی که به خاطر یک طاغوت میره گوشه خونه میشینه تبلیغ دین رو ترک میکنه، جوانی که به خاطر یک طاغوت میره ریش خودش رو میتراشه، اینها دروغگو هستند، در این امتحان الهی ناکام شدن، برگه ناکامی به اینها داده میشه. طرفداری که سطح نشود من شود نوچه میدان گنده شوکی میلی پوشان و طرفداری همین سطح هسته که من شود و قانونی جنوبی اولی برای چی که مولی مونست مولی آدمای بالا هست، برای چی که مول این آدمای همین دیگه میلاد میپوشه که میلاد موی خیلی نبودن. همه ما مسلمان هستیم، مسلمانی در دل است، شمی ایمانی ما، شمی دینی ما، شمی الله در دل ما فروزان است، نه در مثال صدره که ما حجابه که به زمین یک قدم میپوشیم یا که رنگ سیاهی که ما میپوشیم. خواهرانی هستند در فرانسه که نقاب پوشیدن ممنوع است. خواهری که به خاطر احتیاجات خانه مجبور است در هفته یک بار بره بیرون، به مجردی که از خونه خارج میشه پلیس نگرش میداره، 100 یورو جریمه میکنه. 100 یورو جریمه نقدی. 2-3 سال است که داره جریمه رو میده اما نقابش رو بر نداشته. این ابتلاست و این از کامیابی. این هم گروه هایی که برآمده است مثل این مردکی عبدالظاهر داعی و مثل ابو عبیدالله متوکل و طور همین اینترنت پر شده که تمام مردم هم کافر و مشرک و مرتد و منافق میخونن، حالا که کافر هم خودشونن، مرتد هم خودشونن، منافق هم خودشونن، زر خرید هم خودشونن، اینا نه ننگ دارن نه ناموس دارن. هر نامی که میخوایی بگو، هر لقبی که میگذاری بگذار، هر چیزی که میکنی بکن. لکن تبا هر دوی ما در مقابل رب العالمین قرار میگیره. تو که به خاطر جیبت مردم به شرک مبتلا میکنی. ما و شما بعد اینکه زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنیم،
مستحب است که 3 بار طلب کنیم که اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله، اسألک الشفاعت یا رسول الله. به خاطر جیبت مردم به قبر پرستی دعوت میکنی. به خاطر منفعت نفست، افرأیت من اتخذ الهه هوا، تو که الهت معبودت خواسته های نفست گرفتی. پیشوای ملت، اساسگار صلح و وحدت، مردم کوهستان از شما بسیار منتظر هستند. به این خاطر حق بر مردم بیان کردن نمیتونی. بگو انشاءالله تعالی در روز قیامت کل ما و شما روبرو میشیم. اونجا رب العالمین میبینه که کدام بنده ما بنده واقعی بود، کدام بنده ما بنده مخلص بود، کدام بنده های ما لقب دیدن. اگر کسی به خاطر بیان عقیده توحید درست نام های سر مردم میمانه، ما از رسول الله برتر نیستیم. به او رسول کذاب گفتن، بر او که رسول دروغگوی گفتن، بر از او ساحر گفتن و کاهن گفتن و مجنون گفتن. بر ما هم هر چیزی که هر کسی بگوین، ولیکن ما برشان میم که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله.